بله استاد فرید. نزدیک سالی من معاون مالی اداری بودم دانشکده. ها ضبط گوره دکتر بلکه نویسش 4 سال بودم رئیس دانشکده تربیت دبیر و مرکز آموزش عالی ایران شهر که همه دانشکده تربیت دبیر تبدیل به مرکز آموزش عالی بوده، یعنی من تبدیل کو به مرکز آموزش عالی. بعد آقای دکتر شهبخش کیا تبدیل کو به مجتمع آموزش عالی و بعد تلاش کو تا به دانشگاه تبدیل بود. دانشگاه که تبدیل بود دیگه دست ماج ندا، یعنی داتش دست فارسی آقای دکتر رضایی و همه گروه. ولی خب دیگه بنیادی زحمتانی ما و دکتر شهبخش و همه واجهان کشتن تا تبدیل به دانشگاه بود. یعنی روزی که دیگه دانشگاه بود دیگه آقای دکتر شهبخشش هم ندا، مالش هم ندا، مال هیچ ما رابطگی نتیم. ما گوشته ما رو نمایندگی که قبول نکنم ما آیان قبول نکنه. حالا اگه وقتش بانه ما یا تو مهنت یا اگه نه دیگه ته دانشگاه هم منطقه. خب من در واقع معاون پژوهشی دانشگاه بودم و مدیر تحصیلات تکمیلی بودم. 2 بار مدیر گروه زبان انگلیسی بودم. ای پدر رئیس دانشکده علوم انسانی مدیریت بودم. همین کرونای تیم با خدا 1 سالی مدیر دفتر نظارت بودم. گوشت نظارت هم بعد مدیر تحصیلات تکمیلی بودم دانشکده. بعد دبیر کمیته مسکن بودم. بعد عضو هیئت امنای دانشگاه بودم، همین دانشگاه ولایت. بعد عضو هیئت ممیزه دانشگاه سیستان بلوچستان. دانشگاه سیستان بلوچستان و همشان دیگه اجرایی من کار همشان. تا الان من کار اجرایی نی، الان من فقط عضو هیئت علمی و درس همین کارانی که با زبان بلوچی دیگه هر چیز آوا و صوت و ها چه سال هما 78 تا 96 78 تا 90 تا 96 که دیگه من رفت فرصت مطالعاتی سوئد. من رئیس بنیاد ایران شناسی واحد بلوچستان که دیگه بنیاد ایران شناسی هم دیگه تعطیل بود تقریبا. دریاب دکتر مثبت استادشان هم داشته و دیگه مسئول 1 سال داشته. هرچی بیت یه بزن واجه هیچی نه ما بالاخره کچ کامل بکنیم داشته شی وجه می سوابقه و دیگه این همایشان و جلسیان و اینگور و آنگور و فرصت مطالعه و بنیادی جلسه هم بنیادی چهما سالان دیگه واجه ما و آقای عبدالروف ملازدهی و واجه استاد ایرانجاد شان ما همیشه شغل دیگه و واجه حاجی غلام حیدر شان و دیگه بازی اینه که هر که این ملک بوده مرحوم استاد پروین شان و مولید دادرهیم شان و بازی اینه دیگه ما چهمادی توبت دیسته دیگه دیوانان بوده و آزادین دیوان بوده هر کیاته هر گپی و خبری جتگی و اگر کاری و آثاری بوده و کار آثارانی معرفی کرده و گندو کش کرده مردمان گو هم دیگر و یعنی می هم هدف همیشی بوده. حالا چه ما بوده چه نبوده گرما زمستان بهارگاه همیشه یه دیداران بوده تعطیل نبوده
برای مزنه مردم که وجه مزنی مردمان چه استاد سبا دشتیاری و چه خانم کارینا جهانی بگره واجه کمالهان هوت هم یعتا همادی که ادام جلسه گیران شد غلام رسول دین ارزیشان که آیا دیگه همیشه آیا پای ثابت تگن واجه ماشمی استاد عزیز و دیگه استاد افسالانشان و واجه خالق داداریا و واجه اشرف سربازی و واجه یادگاری و حاجی کریم بخش کزوری و حاجی کریم داد کزوری و چه پاکستان واجهانی که یعتگن تو خانم آگنس کورن آلمانی که الان استاد دانشگاه فرانسه و آیا یعتگن این صدا سیماییان و این فرهنگیان و نماینده مجلس ها مثلا مرحوم واجه دکتر امین فردشان و این مردمان یعنی مردمی که علاقه په فرهنگ و په زبان و په مثلا این کارهای اجتماعی و چیزان بوده به یعتگن دیگه واجه استاد کشاورزشان و نشان که دیگه کارانش همود انجام تگن مثلا کتاب متابانش مدام مولوی عبدالله کتاب همود چاپ بوده میرجنگی و میرزنگی کار هم بوده بوده و دیگه هم متفرقه کار فرهنگ و لغت و مثلا واجه احمد مرادزاده شان که اعتقد تزش نوشته بودی خدا دانشجوان تبدیل به کتابش کرتگن واضح مقاله همون تحصیب بوده واجه مولا عبدالغنی دامنی هم که کتابان چاپ بودگن همون گردک بودگن چهارک بودگن معرفی بودگن به علاوه این که ما فکر کنیم که حالا این کتابان نوشتن اوتی جاها بله به اندازه یک دانشگاهی که مردم درس خوانی مردم بگیم مواد چیزی یاد گرفته یعنی بنیاد ایران شناسی بچه که توی استادان مثل واجه استاد عبدالحمید ایرانژاد شهود بودگن تو همه چیزش با ما گوشته و تعریفش کرد و اشکتگش و برحال ما یک دانشگاهی بوده ما باید حساب کده که یک دانشگاهی بوده و ما استفاده برده می کاره همشان بوده دیگه مثلا اداره ارشادی همکاری کرده آقای مولا زیشانه که هم واجه معاون مدیر کل نصیر شان و هر کاری بوده که اداره ارشاد ادام بوده ایران شهر حوزه هنری سازمان میراث فرهنگی شنبه شاهی هم متمنیت قرآن وایسو برای برندنه شنبل شاهی و دیگه یک دو دیگه هم دیگه که خانم ریگی که نامی اجرایی کو آیان هم ما کمک کردن پیران زمانه گو همه خانم ریگی که الان ته دانشگاه هم که من نامی نزم دیگه این جشن مشران و حبران و سیمیناران شان که ایران شهر بودن حتی وزارت امور خارجه تهران هم ما استاد شان رابطه که همودا کاخ داوران سفیران و خانمانش و همشا محور کرد و برنامه هم بود و نه همین جور زمان ظریفه محمد ظریف متردد گپ جوری همیشه جود که زبان بلوچی به عنوان یک زبان معنای تمشی موسیقی ریزه ایشی حقیقت چشه که ما رو وقت شدیدن و عمیقا علاقه بودن شما دکتر شعبخش حالا ایشان کسان ما پتو کرم من این چیزانی کیسه به شما کرم حقیقتی خب ما همه سرکورا متولد بودن یعنی ایده که باش بگوستیم و ما هنچه خانواده بلوچ و اشایر و کشاورز و هنچه در و دیوان و مهمان و روگ و یارگ و همه چیزان تا همه زندگی بودن
خود ما را واقعا علاقه بوده. میوتی هم به تو ناکونشان خیلی به این چیزا علاقه هستند. همیشه یه چیزی که هستن یک گپی چند جد یک کیسه کشه یا داستانو که مسائلو که بتلو که یک چیزی شکر مخصوصا گشتر می ناکو تاج احمد محموزهی که دوار ناصرآباد تا هفته و من پدوان هم باز بلده این ما چیزا نهش کد و پدر دیگه من ملک مردم هم سرکورانی هنچیم بلوچوری مردم هم یعنی خیلی همین چیزا سک علاقه هست و به یه حبر و یه بشتان و به یه گپ و بلوچی کلاسیک شاعری و این چیزها هم در ما را علاقه هستن ما که بودن زبان انگلیسی باند ما را 4 واحد زبان شناسی هستن اما دوره زبان انگلیسی که ما وان 4 واحد ما را هستن ما همود علاقه من به همین زبان شناسی که همین صوتان چی هست و یدگر آدگر یک دوبار میره استادان که خب شما همین بلوچی چیزان بگوشید دیگه ما اشان یک دو چیزو بلوچی اینگور آنگور باشتی مثلا هرچی لغتو که همین چیزان می ذهنایت یا صوتو که مثل همین ته و ده و همین چیزان و دیگه ما دیگه ها بلوچی هم بی کار کنه و بلوچی هم واشه بگوشه دیگه ما هرچی علاقه مند بودیم چه دانو بود دانو همیشه که ما فارغ و تحصیل بودیم دانشگاه شیراز گوشتش همین رشته هستیم تو زبان شناسیشی بعد گوشتش فرهنگ هم هوریم گوشی چه فرهنگ در واقع پایه زبانه هم ادبیاتی پایه زبانه البته 100% نه مثلا اجتماع هم فرهنگ گوشانه ولی زبان یک تومی عامل تاثیرگذاری نه و بیت کشان پایه قرار بگیرده بعد که ما هیچ کد گوشتی که خب هم زبان تو هم فرهنگ ها بهتره ها بعد که ما جزگی گوشی که این رشته که ما واند گوشی نه تنها که ایشی بلوچی و این چیزان کمک کن اما پارسی هم رگ و ریشه و بنیاد همه زانه که بی تعمیر رشته و یه ایرانی زبانانی مثلا حتی پشتوی حتی سغدی حتی خوارزمی حتی بلخی حتی پارتی یعنی اشکانی و بعد هنچو برای تا هند اروپایی ببخشید هنچو برای تا هند اروپایی یعنی انگلیسی و آلمانی و روسی و نزانم یعنی یه رشته که بوانه هنچه شواربا تمام گو تمام رگ و ریشه ادانه که خوبی رشته دیگه ما رفتیم و انتخاب کرد و شروع کرد دانشگاه شیراز بودم که ما امتحاندان نزدیک من فکر کنم 30 خورده نفر آوادی چه متمرکز نه یعنی چه کنکور چه نه باید یک دانشگاه اعلام کو سال 65 ما امتحان دا برای سال 66 فوق لیسانس که 66 بریم بوانیم نزدیک 30 خورده نفر چه سراسر ایران اعتقاد امتحانش داد گوشی که ما اول 5 نفر قبول کنیم که بالاترین نمرهش ببین بعد مصاحبه گیری 3 نفر قبول کنیم دیگه پنجانش که اعلام کو من نام داره تو من فکر کنم نفر 4 بودم تو یعنی توالیست نفر 4 بودم ولی یه دیگه مصاحبهش گه من نفر اولم تو ای بعد 3 نفرش مچی کو چون من انگلیسی بلد تو آیا نه مثلا رشته تاریخ تا تو چیه تا یه سوال ما الان گشتر ادبی یه دیگه این مچی سوالا هرچی نه این آزمون سوالان گشتر مچی تا مثلا عمومیت و فارسی و چی رجمانت فارسی تا تو نظام ادبیات فارسی و تاریخ و یه چیزان تا زبانی سوال بچه کمک متوسط تا فرهنگ تو نظام چی تا یه دیگه مچیش کن چون من یکم که تاریخ و جغرافیا و پدر رشته هم انگلیسی هست بازه کتابش یار تو مارش داد و
مثلا میری بچی اما امتیاز بو بالا 3 نفران بچیش که انتخابش کده من نفر اول دیگه ما انتخاب بودیم و به قول ما رفتیم و ده که رفتیم حقیقت گوشی که همین می استاد گوشی این رشته که ما شما رو لوتین درس بدهیم زبان بلوچی چه پهک زبانای ایرانی هنونی چه پهکان گیشتر آکادیمی چیزان نشانه ده اینا کهنگینان گیشتر بلوچی شان نشانه ده و دیگه همیشه بحث چیز بو اپا ما گنده ما گو ها یک کلمه تا بلوچی ها یا مثلا این صوت ها مثلا فرض که همین پس که ما وان ما گو تا اوستا که هسته ما گوشی پس ما هنگه پس گوشه پس مثلا او گوشه پسو یا پسل پسو یا هر چی که تو بگوشه من پدا یک مقاله نوشت مثلا همین واژه ذات یا ذهی یا واژه پر یعنی خاکستر نه بعدم 5 کلمه من یه مقاله کرده یا سیمینار بین المللی دانشگاه کرمان اشتگد و مقاله چاپ بوده رد پای 5 واژه اوستایی البته ما 50-60 کلمه یارته ولی 50 رو تحلیل کرده یکی پره یکی گیشه همین گیش که باشه سم گوشه زهره گوشه نه همین گیشوره گو یا گیشور کو یشور کو مچی هم آشوره چه همین ریشه همین واژه یشر یعنی پیدا شده یشر 5 کلمه دیگه من ریشه شناسی کرد و هنچی یار تو رد پای 5 کلمه اوستایی تا بلوچی ما یا تا سیمینار بین المللی و پدا چاپو مقاله هم که بود دانشگاه کرمان چاپو بچی بین المللی هست فقط 6 تا مقاله چاپ کو یکی همین منی مقاله که بود چاپ حالا که شما 20 هم بلکه واجهان رد پای بچی هم بجنه دیگه یه این بله می استاد حمود گوشی که هر بار که با خبر کو گوشی بلوچی چه پاک زبانا اگه حساب کنه این قدیمی واژهان گشتر پیش داری دیگه تو بزن می علاقه گشتر بود و پدا انصافا می استاد یا حتی همه ما واجه استاد ایرانی را چون دیوان کرده دستگاه بهشتی که می واجه ارشدی استاد تو خدا حفظ که هنگه هست تو 2-3 بار یا حتی 3 بار حداقل یا حتی پدا سک ما رو حمایت کرد و ما رو علاقمند کرد و به هر حال حتی یا همین گو بلوچستان و ادامه یا گومیدوستان دیدار کرد و خبر کرد فلان و پدا استاد هم همین وقتی که بازش از بودتگد یا حتگد هم ادا یا حتگد کسی هکو گوشی که تمام 30 سال که ما استاد تگم می استاد و لیسانس دانشگاه شیراز گرفته فوق لیسانس دکترا دانشگاه تهران گرفته بعد هنچو که دکترای گرفته یا حتی دانشگاه شیراز که یا حتی گوشی که دیگه استاده خب ما 3 سال آیه شاگرد تیم و پتا دیگه ما آیه مرید تیم همین وقت بازش هست بتگد بعد از 30 سال یا حتگد گوشی که تمام عمر استادی من 2 نفره من 20 گرفته هیچ که 20 گرفته یک همین موسا یا دیگه خانم بوشهری بینگوری گوشی این دو هم 20 گرفته دیگه نگرفته من 2-20 استاد گرفته دوره بچی بینی معدل تقریبا 18 و نیمه قدیمی معدلان دانشگاه فوق لیسانس این زمانه که جدید نه خلاصه بمانه دیگه ما علاقه بند بودیم و استاد مرا گوه که تو گروه بیا همین ریشه شناسی مچی کار کن زبان بلوچیه خب ما هم دیگه دبیرتین و پدا جانو چوکو بگرو بدارو این گرانگرو بله استاد هم ما رو کمک کرد و وحدی این اینترنت و سرچ و بگرو بدارو این چیزا نیست تا چه مثلا خیلی دانشگاه شیراز خوب کتاب هستند چون قدیمی بله در قسمت ریشه شناسی مچی کم یعنی سر زبان بلوچی کسی باشه کار نکته و ما هم خیلی این پاکستان ارتباطی نیستن حقیقت یعنی موت مثلا بعد که دکتر شهبخش خب یعنی رفرنسان اگر تو بچاره خیلی این مچی کتابان
پاکستانی کتابان و این مجلهانشان استفاده کرد، ولی ما نه، می گیشتر محدود به منابع کم که خارجی و من تحت تز دکترا استفاده کرده زیاد دیگه، یه دیگه مثلا دیگه کم که جا کرده دیگه، ولی تحت تز فوق لیسانس نه دیگه. من ریشه شناسی هرچی اما انگلیسی کتابو که آلمانی و فارسی مارسی هستند چه رو همایانه 720 واژه ما ریشه شناسی کن 720 واژه ما ریشه شناسی کرد و دیگه عملا محکم تبلوتی دیگه شروع که په مقاله نویسه که و به هر حال حالا توفیق اجباری هم بود دیگه مردم ها حس کو که مثلا محموزه کم که سر بلوچی کار کتن اگه خبری هسته تو حالی هسته تو چیزی که دیگه هی مارش مثلا هچه فزور شامل کو ما یه هاتینو دبیر زبان انگلیسی بود هم ده بومپورو دیگه ده خبر و گچوکان و مثالو که یه دیگری و آدگری زیاد دیگه تا خط مقاله و فلانی نهتی ولی هرچو که مارش گوشته گد که شما در حقیقت چیه بکنید منظور یعنی شما بلوچی و بلوچی زبان و این چیزا هستی شما یعنی مارش هول نده دیگه کشید ما علاقمند تین کاری کن ما همادی که بومپورتون 2 سال تابستان ها من 2 تا طرح تحقیقاتی انجام داد شان هم بی زحمت یادداشت کردم تا اداره آموزش پرورش هر یکم تقریبا 150 صفحه یکی نامد چگونگی گذران اوقات فراغت دانش آموزان در تابستان یک حقوقی تحریم انجام داد چون بکنن چی بوانن چی کلاسانی شرکت کنن چی ورزشانی بکنن و کتاب نبود چاپ نبود ولی طرح پژوهشی تا اداره کل مچی ها هنگه ایشی مربوط به سال مثلا حساب کن 60 66 آن موقع و یکی دیگه مچی آموزش زبان فارسی یا نه چی مقابله فارسی و بلوچی برای دانش آموزان پایه اول ابتدایی یعنی چوکان که اول ابتدایی روه و فارسی بلد نه عادی رادیو تلویزیون شان کانتر نه هده نه اینکه چوکان مشکل هستن و چوکان که لورتش برای اول شروع کنن زبان فارسی یک سری مشکلاتش هستن ما گوه که حالا شان مشکلات مثلا در سطح صوت چیه در سطح صرف چیه در سطح نحو که مثلا فرض کن اگه ما برای نحو بگوشیم یک ترکیب اضافی تحبلوچی چوشه که مثلا مضاف الیه اولیه مضاف بعدیه در حال که در فارسی برعکسه مثلا مضاف اولیه مضاف الیه بعدنیه یا نزانو فلان ترکیبای نزانو فلان چوشن حالا در سطح نحو که مثلا بحث ترکیبات یا مثلا اون که بحث تجزیه تو صرف تو این پسوند چیه آپیشوند چیه چیه چسبی گوادگه چی دوباره بحث معنی مطرح کو بله در حد ابتدایی شکان جدول کو لیست کو ایشی هم نزدیک 150 صفحه خب ماده همایه حالا نام دقیق یاد نه ولی این طرح محمدی انجام داده در ظرف 2 سال 2 تحقیق من انجام داد آموزش پرورش و خب شان زمینه ای بوده که ما کار کنیم بعد گمشی بوده ما رفتیم دکترا تز هم ما چاپ نکو یعنی اگه ما مثلا فرض که همادی تز هم چاپ کردیم بو یک کتابی بعد از آیی منی به قول معروف علاقه گشته را به طرف همین ریشه شناسی خب الان من نزدیک 2-3 هزار لغت بلوچی درگهته و واژه‌هانش و ریشه‌هانش و هماهنگیانش و یعنی سک نوکی واژه مثلا بچی که هفتاد آدی 720 تا الان رسته پچین که پا 2-3 هزاره و 2-3 هزار هم من جمع کرده یعنی اگه بلوتو هم مثلا نزدیک وقتش 2-3 کتاب بر ولی خود گشان وقت لوتا که به هر حال ما نتو و گلایشه یعنی شان دور نه یعنی اچو دانشجوی و کسی ببیتن و بیایم من اتفاقا همین لغت مغتان بازین من هم آقای ماجد و اما عدنان دل دوستشان فهمه داتا مگه بابا این که ریشه شناسی من انجام داتا
شما بیای ماشمشان جمع کنین و چوش کنین و یک دوباره من بلد کردن و زور تانتش رفته هنگه کاریش انجام دادات و پدا آیا گیره می بقول معروف و یکی همین لاپه شوهازن تو همین جریاناتن تو همین مشکلاتن تو ولی خب آیان من داتا نشانه یعنی یک زمانی بزانه که من داتا گن تو من گوشته گن که مچی هم بود 2,000 لغت ریشه شناسی که ماش کار کنیم نیه دانشجو نیه بابا دانشجو بو خدا قسم ماوا پشان تز نفیسی اصلا یعنی اصلا چیه بگو شو دانشجو هنگه سر جلسه امتحان واژان درست ننویسه غلط ابلایی بابا بیا سر کلاس بیا حداقل اصلا یک کلمه اصلا یاد نگیره یعنی اصلا هیچ علاقه نیست یعنی ما پوچی دلا که ما گوشی ما هنچو جیو جان شکنین و هنچوش گوشین و کمک شکنین و نازینینش دانشجو نیه و بعد از که می رشته الان هیچ و ما البته که علاقه من دکنه همشا که ادبیات فارسی وانه تزمز که نویسم بلوچی همه دا همشا که الان یاین در واقع رشته ادبیات فارسی وانه ولی خود تزمز نویسن که ما کمک شکنین و نه خیلی خوبه و ما کمک شکنی حقیقتی بعد باز شو که یک همچی که امیدی بله نه آرنگی که مثلا می رشته که فرهنگ زاره باستانی هی دانشجو انتخابی نکنه در حالی که بنیادی رشته و من عرض کو خدمت شما یعنی چه که مچی ولی خب می دانشجو هی حالا من یک گله دیگه هم ها حالا همین ماشمه بلوچی زبان دکتر دانشجو گشتی دنبال رشته رو که درآمدش بابا رشتهش ببین حالا درآمد هر چیز حالا این درآمد و ایشی مردم همیشه به فکر بوده ولی در کنار باید که چیز معنوی که زبان ادبیات آیه نباید فراموش کرد وگرنه ماشمه کدی لابسیر بوده ماشمه همیشه همی بعد بوده پس جاریت ماشمه به قول معروف زبان و مگه استاد ایران جاد مسئله فرض کن دبیر بوده استاد همیشه پول بوده رفته دنبال فارسی و دنبال بلوچی نه همین زندگی معمولی بوده و همین بچی بوده ولی علاقه و کار بوده شم منی گله یکیشیه که ماشمه بلوچه خب ماشمه بلوچه مثلا گوشه که آقا ما را کتاب نی آقا ما را درس نی آقا ما را دولت حمایت نکن ما را آقا فلان نکنه فلان ما همین استاد ایرانجاد شه احمد حتی رفتگی زاهدان به همین 2 واحد درس دفتر آقای آهنگر همین واجه بورتن همه زاهدانی استادان نیاتگن چند نفر دیگه نبته ولی من استاد رفتگی بود آهنگر بوده آقای بهروز برجسته بوده آقای مکی بوده عثمان حسینپور بوده و آقای یوسفیان پاکزاد ما نوشته همون نوشته و مچی کرده تا آخر مجوز همین 2 واحد گرفته مجوز 2 واحد گرفته الان کتاب هم نوشته ما رو نزدیک 1000 خورده دانشجو همین می دانشگاه هست همین در ایران شهر حاضر نه همین درس انتخاب کنن اختیاری به جای ایادی کل درس ها اختیاری آن ما وانه بیاشی بوانه حالا همشان هم آیم ما پا جیو جان مثلا 20 نفر ثبت نام که جیو جان و نزان و پلان و گوشگ و حبر و هندگ و یدگر و آدگر آخر هم یعنی نه آیم رو افسم یعنی بلوچ حالا مثلا به نظر ما این کلاسان که ما درس ده باید اصلا 10 گروه ثبت نام کرد یعنی از نظر ما متوجه آدگرا هی جامعه بودی پلان همین 20 نفر ثبت نام ماشم گوشی چون نه که نگوشی نیست بابا انتخاب کنی بوانی مثلا همین استاد عابدشان تنزان وانه شیران وانه وقتش گوشی شما هر چی بلدی چیزو که بنویسی بیاری تحقیق نه آقا رما و افسر کلاس نه اپا این گو ادعای که بلوچی زبان هیچ تحویل نگرم بلوچی زبان نزنه خب معلومه بی همه بلوچ کجی بلوچ اصلا یعنی هیچ یعنی وات لوتی وات بوتی هویت بوتی فرهنگ بوتی مثلا پا گوش نگی نه به خدا یه دانشجو فقط وابتگم هیچ اصلا این خیالش نه دیگه ایران شهر که به قول ماشا مرکز بلوچستان فرهنگ تو بگر بداره فلان الان مجوز همین رشته در کل دانشگاهان
آزاد یا پلان هر که بلویتی هسته نه دانشگاه چابهار درس ده. الان دانشگاه بچه استاد شهبخش بازی ترم درس داده. اتفاقا باشته هم یک 20-25 تا کتاب هم برد دادن تو که همین می کتاب همون درس بده دانشگاه سیستان بلوچستان. ولی خب همه دانشگاه سیستان بلوچستان نباید مثلا الان باید 10 گروه فقط که دکتر شهبخش گفت دکتر شهبخش گفت هیچ ربط تاریخ درس داده فقط بلوچی درس داده. ولی کجا چابهار درسی نده، سراوان درسی نده، خاش درسی نده. این همه دانشگاه آزادن هیچ که با اینکه مجوز مثلا این دو واحد هسته هیچ که انتخابی نکنه فلان. حالا این بحثم که بگوزی بعد ما واجه که تو رفتین دکترا که ما رفتیم من یک تز مچی تحقیقاتی نوشت طرح تحقیقاتی درباره قوم گمشادزی آیه هم نزدیک 180-90 صفحه و سازمان میراث فرهنگی رو نوشت. سازمان میراث فرهنگی رو نوشته و آیه بعد ته خدمت عرض کنم چاپ و باپ هم که نبود ما دنبال نرفتیم به ما نیست در واقع ما پهمای انجام داد. ولی خب چون کپی موپی گرفته تو مثل مولا دامنی هستن ماروت هم یک کپی هر چی کادی ما گرفته هر که بردن دیگه منطق. ولی آیه که در مورد معرفی یک قوم بلوچ گمشادزی با شجره و با نظام چی و بگره اصول قوم شناسی و این چیزا انجام میداد و سازمان میراث فرهنگی حالا آقای واجه رشته هم جناب آقای دکتر سیتوانی رشته هم همین رشته جامعه شناسیشان فکر کنم خوبه اگه یه موقع شما حالا فرهنگ یا هرچی نامیتی هم معرفی یه قوم بلوچ گمشادزی و ما سعی کرده تمام کارانی که ما انجام داده ما سعی کرده یک راهو که پچ کنیم که یه دیگران اگر لوتا کار تحقیق کنه همین راه برن الگوی داده مثلا فرض کنم ما قوم هاشم چی کار کرده گمشادزی حالا یک لوتی قوم یار محمد زی کار کرده یا چند تا کار بوده قبلا خارجی داخلی هم بعد کارش کرده واقعا سرشان ولی دلوچه هم با شکل کار نکرده یه دیگه مثلا اقوام کار کنن مثلا یک رئیسی کار کرد یکی مثلا دهانی کار کرد یکی مثلا شیخ کار کرد یکی آدگه قوم کار کرد خوشا مثلا کار نبوده ولی راه و روش ما داده اگه یکی واقعا بلوچ برو کار کرد بیشه. خب آیه جز آمی کاری که بعد دیگه موتی تز نوشت که یه زبان بلوچی با همه ایرانی زبان ها قدیمی مقایسه کن با اوستایی و فارسی باستان. حالا هرچند که مثلا واقعا با شکل بازم ما نتونیم که آنجور که میدل لوتی خب بلوچی یک زبان زنده ای زبان ای قدیم مدرک و مستندی چی با شکل نیسته و آن زبان های مرده مال 2000-3000 سال پیش ده. ولی خب می استادم بازم مرکمک و ما خانم دکتر زرشناس می استاد راهنمای بله و استاد محسن ابوالقاسمی باز ما خیلی کمک و می مدیر گروه هست و دکتر مصطفی آسی هم می مشاورت و خیلی مثلا مارش کمک کرد و موتی تزم نوشت و بازم درباره زبان بلوچی دیگه همیشه که ما دکترای گفت یه و بالاخره یه کارانه شروع کن همین کتاب و مقاله و یه چیزا. بعدش هم من یک دانشنامه نوشته به میراث فرهنگی حدود 1000 صفحه خب 70 مدخله ای جمعیت و ای تاریخ و ای صنایع دستی و ای قوم و ای پزشکی قومی و ای نظام چی ایشان البته یکم کش من تهیه دیگه کتاب متابا یارتا ولی کتاب الان داوری بوده من برش گردید تا نزدیک 8-9 ماهی که من به 4 دیم دونو پدا آیا چاپ کنم عکس مکس هم بگرون هویر کنون شام من هنگه وقت نکرده من گوشته انشالله این بری تابستان 4 تمامی کنم مو تهران هم تحویل دام چی نزدیک 1000 صفحه نامنتی دانشنامه سیستان و بلوچستان یعنی فقط درباره بلوچستان نه سیستان هم هست. خب که او بعضی منابع و کتاب یه چیزی معرفی دیگه به هر حال بلوچه ها نوشته آیانی هر چی که مربوط هم ایشان هم هسته مربوط به سیستان و بلوچستان هر دوتا و انشالله من امیده که یک کتاب هم آیه سازمان میراث فرهنگی کشور چاپ کرده حالا
کدین چاپکن چونکن نزن ولی من امید های انشاءالله گرمان من بتونم اشیا تکمیل کنم و همودا تحویل بدم. ها بعد دیگه همین مقاله هانه که ما نوشتگم من فقط دو چیزی دانو گوشم خدمت شما عرض کنم و بعد دیگه کم کم کوتاه میایم دیگه شما خبر کنید. شما خدمت عرض کنم که من البته کارهای پژوهشی که انجام دادگم حقیقتی من خیلی سرش حساب نکنم. خب که گوشت بیش از 100 مقاله نوشته حالا چند تا طرح تحقیقاتی و چند تا کتاب و فلان منتها من در وقتی جا گوشم که من شاید کار بین 200 تا 300 نفر اصلاح کردم. کار چه که حالا یا مقدمه او که نوشته یا مثلا اصلاح کرده یا کمکی مثلا در ترجمه و شما باید دیسته مثلا همین کار واجه عابد آسکانی که انجام بوده تو یا که دوباره استاد چارتگد یا بر دوباره ما چارتگد همین ترجمه و تمام آیا داشتن با خط قرمز وده هستن که مثلا همین میر جنگی و میر زنگی یا مثلا حالا واگوی مبیته مروچ واجه آفسالان بیران بوده و برحال نبی که چیز باشی ولی یک عید نوروز 15 روز تعطیلی من استاد کتاب 14 همین کتاب شیران پارسی و بلوچی داتگن اصلاح کتگن تو نزان و یدگر آدگر داته یعنی یک عید نوروز کل من زمان هشته. بعد مثلا فرض کن بین کار من هرچی در نظر گرفته بین 200 تا 300 نفر لحظه اصلا من دانشجو نبودم اصلا یعنی مالی دانشجو های دیگه حتی من دوست نبودم آشنا نبودم حتی پارسی بودم نزان دیگه مردم بودم دیگه کام بودم مثلا چند تا تز داوری کرده پا پاکستان دانشگاه همین زبان بلوچی و براوی و نزان چی و هرچی چی بودم مثلا داوری کرده و داتا یعنی مفتی کار یعنی ترچی بگوشم بین 200 تا 300 کار مفتی ما مثلا 4 تا تو حساب که مثلا مثل استاد کشاورز کار مثلا حالا یا قسمتو که جا کار فرهنگی هیچ وقت پولی نگوشم اصلا منظورم که لوتون بگوشم جز منی کاران من یعنی به این کاران علاقه هستیم و یکی دیگه من بیش از 90 عنوان کتاب درس دادم. بیش از چی؟ 90 عنوان کتاب. عنوان مفهوم چیه؟ مثلا فرض که می رشته فرهنگ زبانهای باستانی فوق لیسانسی مثلا تو حساب کن 20%. خب 20% این 20 درس فهم درس داده هر یک چندین بار و مثلا ای باستانی بگیر و ای میانه و ای فرهنگی و تاریخی و اسطوره و ادیانی و نزانون هر چیزی که تو باشه مثلا حتی کتاب دینی مثلا من زمانی که دبیرستان تو من کتاب بینش دینی درس دادم. خب مثلا کتاب ریاضی راهنمایی درس دادم و چون نه دیپلم فنی برق بتونم آن زمان و به قول معروف ریاضی مثلا من درس دادم. خب چه عنوان حسابه من متوجه. بعد زبان انگلیسی مثلا اول دبیرستان درس دادش یه عنوان حسابی بود، دوم درس داده یه عنوان حسابی، سوم درس داده یه عنوان حسابی، چهارم حالا هر یک 20 بر 30 بر 50 بر مثلا درس داده. چندین درس در رشته زبانشناسی عمومی مثلا من درس دادم، چندین درس در رشته تاریخ، همین الان مثلا در رشته مردم شناسی دانشگاه مؤسسه زبان‌ها و اقوام ایرانی مثلا یک درسی خود زبان مثلا این درس من درس دادم. این ترم منش دادم. ای فوق لیسانس مثلا تاریخ زبان انگلیسیانش تا مثلا فرض کن زبان تخصصی کامپیوتر، زبان تخصصی ادبیات، زبان تخصصی پرستاری، زبان تخصصی کشاورزی، زبان تخصصی ادبیات، زبان تخصصی نظر چی فلان. بعد چندین درس رشته های دبیری و نظر چی و خلاصه ای زبان انگلیسی که نزدیک 30 عنوان کتاب درس در زبان انگلیسی من درس دادم. بیش از 90 عنوان کتاب من درس دادم. مثلا متن بوده تو بالاخره مردم هر متن یه چیزی یاد گرفته و به این طریق من وقتی موفقیت بیشتر در آموزش گردو پژوهش. متوجه؟ یعنی مثلا من حساب کنم که خیلی شاگردان یه چیزی اما هشکتا مهم هم نه ما ننوشته. متوجه؟
و یه چیز دیگه هست، شاید به اندازه 3-4 هزار صفحه مطلب الان من هسته که کار یعنی چاپ نشده و یه دیگه رادگر، یعنی اگه یکی بلوتیته به قول معروف مقاله های زخمی شده و که مثلا هر یک 5 صفحه و یک 2 صفحه و یک 10 صفحه و یک 15 صفحه، یعنی سرفصل رو پچ کرده، یعنی فکر کرده مثلا این کار نبوده و بی این کار بکنه، این کار نبوده و مطلب هم جمع کرده به اندازه 3-4 هزار صفحه مطلب هم جمع در کامپیوترانه یادگارادگره که اگر مثلا یکی بیای تو کمک کن تو الان ما یه دانشجو آقای رحیم بخش رئیسی دانشجو دکترای حالا شی قول داده که بیا پایکار رو کم کم مثلا ما در اختیار بله جوان کسرکندی زحمت کشی اگه خدا قسمت بکنه ما گشته بابا تو می جانشین نماینده بیا تو هر چی گلی تو واتر ده شان شروع کن چاپ کن و تکمیلش کن و الان ما یه مقاله البته به فارسی ایشی که بحث که ما شروع کرده ولی کم کم یه تحفظ بلوچی ما گشته که ببین تو زمتی درباره داستان‌های بلوچی که ارتباطش با داستان‌های ایرانی و فارسی و غیره و مثلا شام و یا حتی اگر یک رگه که هردوکینش هم هسته به هر حال نشان بیارید کم کم. اما کتاب جان محمد داشتی که 112 داستان ماند خدا بادشاه وته بادشاه خدا همه 112 داستان مگاشته تو به 4 یعنی الان کتاب ایمان داده و شام و کم کم بلوچوانه هم بلده کنی و پدا گوشته که تو اشانه به 4 در فرهنگ مثلا فارسی، فرهنگ هندی، فرهنگ یونانی، لاتینی دیگه این کتابان اسطوره‌ای و ادیانی و نظر چی خوشند دیگه میوتی کاره شباهت با باطن تو مثلا درگیر الان مثلا یه چیزی واقعا تهمی هانی شیمرید مچیه ته ایلیاد اودیسه مکه هسته اوبر هسته باور کنه همچی که یک کمان کشی تو یه دیگه را هیچ کس کشی تو نکنه آیی کشی تو متوجه یعنی دقیقه این همچی هسته که همون حالا نظر تحیلیاری یا تاودیسه بل من دیسته یا جا که من یاداش کرده که یادو بیته آیا هرچی یه تنو جاهی نیارن تو نظر هرچی عاشقین تو نظر فلانو بعد مسابقه و نظر هرچی کمان بکشی و هیچ کسی نتو بکشی تو همایی کشی زانشی اما قهرمانه همچی دیگه ها حالا بیمعنی نه که حتما حالا شیموری این کار هم کرده ولی خود که بودتا بالاخره یاد تا صورت افسانه داشت یه استوری نکنه یک چیز واقعی و به صورت افسانه چی قاعده هست مثلا یعقوب الان ما یه مقاله نوشته یعقوب لیس همین همایش سیمیناری از زاهدان بعد همین اردیبهشت آخر اردیبهشت سیمیناری که ما دیگه به قول ما نوشت درباره سیستان یعقوب لیس 2 تا داستان. خب یعقوب لیس که یک شخصیت تاریخیه ولی خب یه چیزای به قول معروف داستانی حتی به چی پوشته چی این احتمالی هست. الان درباره دادشاه تو الان چه مثلا اینکه مچی کم کم پین بیان شو اگه ما شما یه قوم زنده بودین اینکه افسانه و داستان و چه پراسش رو کو مثلا فرض که همین برنامه کشی بی بی گوپاد شپادن گشتگم بر کوه داک هفتگی آبش نوارته تو بودن چطور نشده حالا خب چه مثلا یه هفته نکه آب نانش نوارته ولی شی بی که تو مثلا افسانه کرده واقعیت بی بی گوپاد شپادن گشتگم بر کوه داک دکتر ایشمی الان تلاشا باعث می‌کنه که یک تعدادی از همین میشمی بلوچان کرد ما امیدواریم واقعا از روی مجبوری برحال بعد از چی که انقلاب بود و برحال یک سری مشکلات پیش آمدشان مهاجرت کرد رفته که دربول شما همو تا هم مشغول مثلا جدیداً دو سه کتاب یا حتی مثلا کریم ریگنان مثلا کتاب بلوچان تاریخ فارسی بلوچستان حالا نه که حتما ما رو مثلا نقشی ببین بالاخره ما در کنار دیگران ولی مردمان دریگش مپاچ کرده ایشی بهرات بازین گلایشی کارم مثلا جدیدن ایشی یک کتاب که من دیداته ایشی من الان دارم تایپی کنم بلوچی کنم
افسانه های سرحدی با فونوتیک خوبه. بلد نه فارسی. فارسی بلد نه با فونوتیک نوشته و به زبان روسی ترجمه تا چاپ هم بوده. خیلی عالی. الان داده ما الان گلایش همشیه با همین روتی مثل چیه چاپ میکنه. الان ما حدود 100-200 صفحه‌ای تایپ تا آماده و دیگه هم بازی کاره مثل یا کریم بلوچ مثلا تمام آثار تولستوی ترجمه کرده به بلوچی و الان ایشان مرتب داره ایشی باعث بی که بلوچی زبان قوی بی یعنی باعث تقویت زبان بلوچی بی به هر حال کنوکشان ابتدا به ساکر شما بودید فکر رو یاد ما حالا نه پهکن زحمت کشته ما نه واقعا ما هم دیگران میراث خاره فرق نکنه ما هم عرض کن مثلا همین بنیاد ایران شناسی که ما نوشتگی خب ما خیلی چیز یاد گرفته همین دیگران بلکه آن باید هیچی ننوشته بله همچون شفاهیش گوشته پهکان نقش بوده و ما رو این انتظاره ای حالا این گندکان الان همین جریان که الان ماشما گلایشین روی واجه گندی خوش یک موضوع علاقه بلوچی در واقع فرهنگی متوجه خب اشی مثلا ببیته و یک کار دیگه من انجام داده من حالا شیف مثلا دیدم چی بگوشم یکی اشی که مثلا یک تا سوژه یک درگیه جون مثلا همشه شما فرمایش نکنی بیشه اگه همین کتاب آشنایی با زبان ادبیات بلوچی بوانی اما یک قسمت که نوشته رابطه فرهنگ با زبان خب من باید یک تعبیر استفاده کردم به نام هزار توی فرهنگ بلوچستان به نام چی؟ هزار توی فرهنگ هزار توی یعنی هزار لایه این تعبیر عادی نه تعبیر معمولی نه دکتر همدانی هزار توی گال من الان مدت های مدید سرگردان میکنم من هزار تک بچی که در همین چه کسی پنیر مرا جا به جا کرد ایشی مایزی هر من لاتین بچی یادنه بله همین هزار توی فارسی ترجمه میکنم هزار تل بلوچی کرده هزار تل باشه تل دیگه همه تو یعنی تل تو یکی و تو ایشی هم درسته کاملا درسته بعد یعنی اگر این تعبیره مثلا گوشو ایشان که جامعه شناسی کار کنه ایشان که فرهنگ کار کنه ایشان که قوم شناسی مردم شناسی همین تعبیر بگیرم و برام مثلا بگوشی خب ما هزار تو چیه در یاد بقول تو یکی همیشه که افسانه‌یان ادام با افسانه‌یان فرهنگ فرق کنه ایشی بود چی ایشی در واقع یک لایه دکتر ایشی چیزی که کتاب کو من دارم تایپ میکنم ایشی اصلا به آب هینی یعنی منظور آوا شناسی نه هی جیمی نه هی آدگاه هی جیمی که هیچ خبر مکن هی جیمی که مچیه بقول ما عربیه بگو هینی ایشان مثلا خبر نویسی عبر خب شمالی بلوچی هنچه سیستان میستان تیابدن ایشی همین بالواره اتفاقا این تخیل لحجه هم هنچ حالا هی توضیح ما پتو دهم هی تبدیل به الف چون هی یک صوت چاکنایی همزه یک چوک صوت چاکنایی ما شما برای حتم بکی حال اده به هم و چهار رای حتی نظر که آقای اسپنداری بیلی بابا خاطر ہے اشکال نداری اسپندار نه کماد مریض زد کم که خدا الله سالم کرده این کن دیگه بالاخره تحرا حال به هم ما داشت و آب موافق علمکس بعد حالا هی تو بلو همین هزار تویه اگر مثلا آیه هنچش بگوشید من هم خودم بچه که ماشین البته اگر طرف راه دراجه پیشگال بنویسه هم شهر بچه همین توضیح بده نه من وقتی فتو توضیح مچی دهم تو با دیگه چند در بیاد هی و همزه و غیره و یدگار دیگه تبدیل هی به الف ماشین تو الف نه همزه بگو شان که الف کلافی خب مثلا همزه خب الف در واقع نوع همزه نمیشه الف همزه این هم همزه الف هم همزه حتی آ ای او ای فتح کسره په همزه داره ایشان در مچیش میگوشیم ما همزه تا به قول معروف حالا تو کار با علامت کش مداشت الهاز صوتیشان نام همزه اصخایی از زبان شناسی میشه که مثلا با صامت شروع صامت چی واژه شروع
قبل از آی ما عارف دیدیم که همزه یا بعد یا این قبل از آی همزه یا بعد یا او به میسونه ما ایشی تهمچی گوشه که اگه لورتت اصل بهینگی اجرا کنی تحچی استاد دانشگاه تهرانی هست به نام آقای بیجن خان نامی اگه اصل بهینگی اجرا کنی باید همزه بلی اول اگه نه تفاوتی که میاری اشکالم نداری مثلا بدون هنچو آی بنویسی هنچو مثلا آمده آقای استاد یار آقای دکتر زبوردیان آیا یارتا ولی خب آیا اصل بهینگی در واقع رعایت کرد اگر نه نیازی نیست کاری نه واسه کار نکن مثلا دکتر کتاب که مدرک دادا پسیکولوژی گوش کنه نه بوندر دکتر هی دیگه بوندر هی این گالواری حساب آیا تلایی از چی از سربون فرانسه هست خب حالا یه چیز آقای واجه کار هر چیز په بوندر هم مچار متوجه اگه بوندری چاره آیه نوع مطالعه جدا اگه حالای چاره واجه استاد زا اگر همزمانی چاره فقط وتی بچار وتی بچار اگه در زمانی فردیناند دوست اگه لوت تاریخی بچاره بوندری بعد بوده اگه لوت هر دوان بچاره اوتی تکلیف روشن که بگم من حالا تاریخی چارم دو دوره گو حالا چارم تو اصلا کار مدار بوندر چی بوده متوجه اعلانه بچار و بعد توجیهات کیاره تی نظر در واقع هم درسته اما اگه تو لوت ثابت کنه که بوندری هی بوده بلکه همین هی اضافه بوده اصلا نبوده بوندره متوجه مثلا هوشتر اول هیچ هی نبوده هوشتر بوده هی بعد اضافه بوده تو نتونی ثابت کنه هر چی که هی مثلا اول مثلا ماشما که گوشی مثلا هر نگوشی ار مثلا هر در حالی که هر هم نبوده بوده کر اولی هر گوشی خیلی بسیه گوشون پس تو نتونه بگوشی بوندر هم بوده متوجه حالا ایشان در زمانی و آسانی بیان همه هی آسان تری بیانی خب آسانی هم پتو توضیح دکتری کلمه زرتوش که زرست را اوشتر هم یا سفید حتی زر معنی سفید هم بوده همشه گوشه اوشتره دیگه هی نبوده اوشتره نبوده اوشتره بوده همزه بوده در واقع این خدمت عرض کنم من لطفا به همه تعبیر هزار توی فرهنگ برگردم خب الان وقتی من یارو این تعبیر این نوشته مثلا نیم صفحه این گشته نه یک صفحه ولی همین یک صفحه در واقع یک سوژه جلوی جوانان هلی و کسایی که لوتن کار کنن مثلا یک جوان پرسشگری بی گوشی مثلا معموزی پچیده باشته هزار توی فرهنگ ایران ما باید برو این هزار توی جز گروه پچی بعد ما گوشی برو بله چون یک قوم تاریخی مثلا 2000 سال 3000 سال و مهاجرتش کرده و کل سرزمینش دیسته و یحتگه و برخوردش بوده ها چو برباد چون احتیاط بیشیده ایشان خیلی چیز په گوشنگ هست ایشان خیلی چیز په تحقیق هست و اونم فرهنگی حالا فرهنگ دیگه ما یاری زبان یاری تاریخ یاری نظام چیه یاری اسطوره یاری داستان هر چیز دیگه مورد جزء در واقع هر چیزی که معنوی باشه یاری جزء فرهنگ خب بدانه که ما فقط لوتیم بشیم مثلا دیگه جوانان برای کار کنه و وقتی پرسشگر بوده و سوال ته ذهنش بود بگوشه خیلی خوب حالا ما این لایه که پچ کن لایه دوم لایه سوم لایه چهارم و اگر هم نظرش دا یا بحثش کن حتی تو نه بگوشه مثلا البته چه حالا آرنگ نظریه نه که مثلا این نظریه معبوزه داده حالا دلیل برای اثباتش چیه که هزار تا لایه هسته مثلا فرهنگ ها آدی دیگه گمان مثلا بحث کنه که خب یعنی چی تو گوشته هزار لایه هسته بعد میشه به این دلیل به این دلیل و به این دلیل حالا اگه یه خارجی گوشتش یه نظریه ای هست ولی که ما گوشته نظریه نه متوجه یک خیلی چیزا در خود زبان در خود فرهنگ درشون هستن که ما ایشان در واقع کشف کنیم این از ما نه در واقع در خود ما پدیده درای هستیم فرض کن مثلا شما با پرانگیا حضرت علی گوشته مورتی مری و اگه مردم حضرت علی گوشته این وارد داشت کشت دیگه دو نفر مدگاه کرد نمیشه بالاخره یکی باید به پدیده برسی حالا جناب علی زودتر درک کنه بعد دیگه دیرتر درک کنه مثلا چی نمیشه چیه به نظر من
ما سعی کردم نظریه زیاد بدم یعنی تعیین بچیان حالا شما یه بحثم گوشتی که پچ که مثلا صادق شان سر کلاسن گاهی درس ده یا چیه کنه و ما کتاب شما رو یا گاهی دور بر هم منندی و در واقع کتاب شما که دستور زبان ادبیات بلوچی هم من یه 3-4 صفحه اول 2 خط اول بالای یک نظریه او داده خیلی جالب بود برای ما صحبت هم بسری داستان که که در واقع پرورش زبان به عنوان یک عنصر فرهنگی نیازمند حکومته. من به حرف خیلی سیاسیه بری، یعنی من گفت چرا مثلا جمله چاپ بوده یعنی نفهمتیم دکتر محموزه چیه به خدا شو نفهمته یعنی ما گوشین در مباحث در جامعه شناسی سیاسی ما گوشین که آقا اگر قرار چیز رشد بکن از طریق منابع دست که منابع دست سیاسیونه دست آدمای فرهنگی نه منابع دست استاد ایرانژاد و حاج بزوری و آی پهری و شما نه منابع دست سیاسی کارم نمایی کرد چون کارم نمایی کرده اگر مثلا ما رو با سیاسیون ارتباطی حالا ما رو شبکه‌ای هستند رسانه‌ای هستند فلانی هستند رادیو هستند خیلی چیزهای دیگه ما رو هستند و گوشتون که در واقع این نکته خیلی مهمی و گوشتون شما به عنوان دانشجویان مردم شناسی فارغ از اینکه کار فرهنگی کنی خواهش کنم وارد مباحث سیاسی هم ببین یعنی مباحث سیاسی خیلی تو اون کمک کنم مسائل فرهنگی مثلا یک نظریه یک جمله خیلی خوب و قویت که ما دانشجویان بفهمیم که شما تونه شورا ببین شما تونه دیار ببین شما چرا که روی کرد فرهنگیه اما موقع افراد چون دکتر محموزه دیگه اذیت نبود افراد چون استاد ایرانژاد دیگه برای چاپ کتاب اذیت نبود طرف یه مصوبه نویسید رو چاپ ببین تمام شد رفت درسته؟ حالا در همین جریانات همین درس زبانها و اقوام که من دهم اتفاقا جالب سرفصل نوشته حق زبان مادری یعنی من 2 جلسه درباره حق زبان مادری فشاور کردم سرفصل وقت درس حق زبان مادری خود یه چیز سیاسی تقریبا و من وقت یعنی 2 جلسه مثال جنوب کشورهای خارجی فلان که مثل زبان مادری چه که اهمیت دهن نزانم اصلا زالی حقیه مثلا الان کشور ماشون میلیاردها برای فارسی خرج کنم ولی مثلا فرض کن 100 میلیون با بلوچی خرج نکنه 100 میلیون مثلا فلان گویش خرج نکنه اتفاقا همین همایش مچی که ما رابطه کردیم بیرجان تا اسفند من عملا هم رابطه تو واقعا مریض تو سرما وارده جا کسی ولی سخنرانی ما را هست تو غیره چی مچیت زبانهای بومی مرزی ایران اتفاقا مرزی ترین زبان قوی ترین بلوچیه دیگه تا این منطقه ترکمنستان تو بگر هرچیه تا تمام خراسانات هرچیه افغانستان رو تا پاکستان بعد رو عمان رو تا امارات یعنی پای مرزا هیچ زبانی نه پارسی این که رواج نیست هیچ زبانی رو این که رواج تا این مرزا نیست که بچی هست بلوچی هست دیگه بودم مقاله هم که ما بچه که ما ناسه خیلی پر من زنگ جاتو نظر فلان اینگو خلاصه ما مقاله نوشت و ربطه بودم و خود من حق زبان مادری هم عبر که وقتی پس من بچه البته وضع زبان بلوچی در حوالی مرزهای ایران هست که زبان بلوچی چه وضعی در حوالی مرزهای ایران هست ما رو اتفاقا یه بچه به نام دیپلماسی زبانی خب دیپلماسی زبانی هم الان نماینده یونسکو ایران نماینده ایران تا یونسکو آقای احمد پاکچی البته خود دانشجوی استاد امام صادقه ولی خود دیگه جز همین امام صادقیان همشان ولی خیلی آدم باسوادی مقاله و چنم زیاد نوشته آقای دکتر احمد پاکچی الان گوشی 10 سال اخیر یعنی 2022 تا 2032 این 10 سال یونسکو بچه کرده زبانهای بومی یعنی این 10 سال بچه های زبانهای بومیه که زبانهای بومی چه تأثیری تا سیاست و تا فلان و تا دیپلماسی عنوان هم دیپلماسی زبانی بعد سخنرانی هم کرد و توضیحات و این چیزا رو من حق زبان مادری به عنوان یک موضوع سیاسی همودم مطرح کنم
ها 2 جلسه کامل من درباره زبان مادری حق زبان مادری خبر کلو کشتم ولی شاگرد نه شاگرد 6 نفر کنه چی تو چرا با پاکستان رابطه درست نیست. ما شیگه باشیم که زبان یک امر سیاسی است، سیاست یک امر زبانی است. چی بعدا تحت نام دیپلماسی زبان مطرح کرد. نام بگم آقای احمد پاکچی نماینده چی ایران در یونسکو چی فرهنگی در پاریس که استاد پاکچی استاد کچی یکی مثلا استادانه یادم پهل کنی سخت راجکش البته من یک بحری چنشی داشتم متاسفانه می آگهشتی میراندیک من گوشی من چیکو منشان دانلود نکته یر نکته بحری دیگر یک ساعت خورده 2 ساعت دیگه هم همین مباحثه کنیم ما بدل این جلساتی مچیانه خیلی چیزای خوبی هستن برای من متاسفانه من گوشی هنگ کرد و من چیه کرد تنظیم کارخانه جتا اصلا توجه نکته هر چی من ضبط کته بوده دیگه گار بوده ایشیه شانسی من در همین روبیکا یر کته بوده در روبیکا منطقه یه بخش عظیم از این مصاحبه نیسته غیر از مصاحبه جند یک سری مباحثات علمی ما با هم کنیم من و استاد دکتر محمود زین تو دکتر صادق سیتوان تو استاد عبدالحمید دیگه بازی نی به هر حال دو گپ باز بی انسان متاسفانه اگه شما را دوست بود یا دوست نبود البته تبریک بحث رندای بی که ایشان متاسفانه ما گار داد من نزدم چطور ایشان بازیافت بیان یا نه بیان اگه منصور جان تو ایشان بازیابی بکنم فرد بیادم نکنم